سلام دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین به استایل روس. اعضای خوش سلیقه استایل روس اعضایی که آردر داده بودن، آردرهایشان آماده شده. همونطور که میبینین انشاءالله دیستی هسته، دختای کاملا جدید و همچنان دیزاین های ماشینی هسته، دیزاین های شبیه گندفانی، خلاصه میشه گفت گندفانی. و همچنان لباس های مردانه همونطور که در تصویر میبینین دیگه، از دو دامنه و کریپ و همچنان چادرهای گاج دیستی که بسیار کار تمیز و کار ریز داره، کار فوق العاده. میگین افترنگ دیش کار شده و لباس های گلنگار هم است. بین از اینا دیستی هم است، یخنای بازاری هم سرش کار شده دیگه. اینا اولی تصاویر اولی که است، اونا کلا دیستی است دیگه. به دیزاین های مختلف، به اندازه های مختلف برای ما داده بود دیگه. باز با ویدیوی بعدی مفصل اینا رو برای شما انشالله نشان خواهم دادیم که دقیقا دیزاین دامن و آستینیناش چی رقمه دیگه. این هم دیگه دیزایناش هسته دیگه. بعد یک دیزاین ترکی است در بین ازی، باز انشالله شاید با ویدیو برای شما با ویدیوی بعدی نشان بدم دیگه. اینا کلا دیستی است، خامک دیستی و یک دانش شیشه بود، طرح جدید شیشه باز دیگه. دیزاین کاملا جدید ولی خیلی پرکار که مشتری های خوش سلیقه استایل روز آردر داده بودن. آردرهایشان آماده شده، انشالله که به خوشی استفاده کنه. بعد ای هم یک دیزاین جدید است که از بخمل و از نوگل استفاده شده. باز اینا اشکست شاله برنگای مختلف به اندازه های مختلف بود. لباس های مردانه ما آردر داده بودن، لباس های ساده برنگ های مختلف، چندین رنگ بودن، چندین اندازه بوده. انشالله کنم با خوشی استفاده کنه. بعد دوستا میتونه هر جنسی را که ضرورت داره فقط عکس ویدیوش برای ما روان کنه دیگه. ما برایشان آماده بینیم. این دو دامنه جگری باز برای شلوار دیستی. یه هم چادر است که برای شما گفتم این سیتی شلوار شسته دیگه. این هم دیگه چادره که سر شلوار خورده داره دیگه. چادر ها در استایل روز موجود است.